شما داستان ابلیس و شیطان حتما شنیدین. خودش چی؟ صدایش شنیدید؟ امروز هم خودش ببینید و هم صدایش بشنوید. حسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. ابلیس با دار دسته های خود از گروه انس جن 50 سوره قرآن اینا به شکل ریمیکس با موسیقی میخوانن. هنوزم بیدار نمیشی؟ خواهر، تو را به اللهی که پرستش میکنی، برادر تو را به اللهی که پرستش میکنی، بیدار شین، به سوی خدا باز بگردین، زیرا دیگه از این کرده یک هشدار بزرگتر که شیطان به من و تو میته دیگه نیست. از تو مادری که ولی قلبت پاک باشد کافیست. قلب پاک تو را به آتش جهنم نزدیک ساخته. تیک تاک به دست فرزند جوانت است، طرف آتیست خدا ناباور است، چرندیات تزریق میکنه به ذهن فرزندت. ببینین که امروز دشمنی آشکار شیطان پرستا بجنب دیگه، از جای تکان بخو به حال بیا. قیامت نزدیک است، هر لحظه امکان داره چنان زمین تکانهایی بخوره واسه یک شهاب سنگ. بدون شک که بشر در قرن 21 به تکنولوژی و به علم اندوخته و بالاخره به رفاه و سعادت و پیشرفت زیاد رسیده. امروز کسی اگر بخواد از یک کشور به کشور دیگه مسافرت کنه با واسطه شتر و الاغ الهی که در قریه ها باشه، کس مسافرت نمیکنه. ببینید 3 ماه را مردم در یک روز 2 روز با واسطه هواپیماها، با واسطه موترهای و اسباب دیگه نقلیه، اینا وسایل دیگه نقلیه از یک محل به محل دیگه میره. این در ارتباط به انسان ها. در ارتباط به سیستم شیطان پرستان چین، در ارتباط به شیطان چی؟ بدون شک که شیطان در بسا از موارد نسبت به انسان چند گام پیشتر است. شیطان همان شیطان دوران نوح علیه السلام، ابراهیم علیه السلام، عیسی علیه السلام، موسی علیه السلام، انبیای دیگه که داستانشان شما خواندین به اون شکل باقی نمانده. اونا از ابزارهای مختلف دیگه به خاطر اغوا و گمراهی فرزندان آدم استفاده میکنه. بلخص از 2 طریقه اولش مهار کردنش آسان است. در قلب ما وسوسه و وزوزه میکنه با بسم الله الرحمن الرحیم اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، اذکار و احادیثی که در واقع ذکر شده است ما را ترک میکنن، فرار میکنن. یک دسته دومش که خیلی خطرناک است، یا راه دومی که خیلی خطرناک است، اونا جماعت از انسانها را در قبضه خود در آورده شیطان و چنان فساد در روی زمین دامنشو گسترده ساختن که جمع نمیشه. هر ارزشی که در وجود فرزند آدم است و چیزی که سبب سعادت و پیروزی از او میشه